پلیس یکاترینبورگ 7 فرزند یک oilai توجیکستانی رو به شرط پرداخت 35,000 روبل جریمه به والدین برگردانیده است. کارمندان حفظی حقوق روز 11 فوریه زمانی که پدر و مادر کودکان در کار بودند آنها را با خود به شعبه پلیس بردند. والدین برای به طور ضروری اجرا نکردن مسئولیتشان به جوابگری کشیده شدند. به نوشته خبرگزاری A1 نیوز این oilai 2 سال پیش از توجیکستان به روسیه کوچ بسته در یک منزل بدون شرایط مناسب به سر می بردند. کودکان که خردیش 5 ساله و کلانیش 16 ساله می باشند بنابر نداشتن شهروندی روسیه به کودکستان و مکتب نمی رفتند، اما پدر و مادر این کودکان قانونی و در اساس پتنت کار و زندگی دارند. مشکل اساسی این oilai 11 سال پیش و بعد آن شروع شده است که پدر خانواده در صدمه نقلیاتی در توجیکستان از یک پایش محروم می شود. با این وجود برای تامین روزگار همراه با همسرش شبانه روزی کار می کند. آرزوی این oilai توجیک بنیاد یک خانه در وطن است، اما با درآمدی که حالا دارند روزگار را با زور تامین می کنند. ساکنان محلی به این oilai به قدر امکان با مواد غذایی، بستر و لباس کمک می رسانند.